سلام بچه‌ها، روزتون بخیر باشه. میخوام امروز در مورد اظهارنامه ارزش افزوده بگم. احتمالا خیلیاتون میدونید ولی خب باید توضیح بدم. وارد پرونده میشیم، وارد مای تکس میشیم، حالا من شدم. بعد از اون وارد فهرست پرونده های مالیاتی میشین. این گزینه دومی که الان شما دارین میبینین. وارد پرونده مالیات و ارزش افزوده میشیم، وارد جزئیات پرونده میشیم. اونجا لینک داره زده ورود به سامانه ارزش افزوده. خب وارد که میشید این سایت ارزش افزوده قدیم میاد. ورود که میزنید تو این فهرست دوم، گزینه شماره 1 مشاهده، این همون سایت هست. زده توی بار بغل دست راست که میبینید. حالا ما اومدم پایین که شما همه گزینه ها هم ببینید. توی بار دوم گزینه اول اینجا وارد میشید. فصل و سال رو نوشته. وارد میشید اینجا اظهارنامه ارزش افزوده رو باز میکنین. من اینو مود کردم چون بالاخره وظیفه اصلی من اینه که از اطلاعات کارفرما محافظت کنم و خب نمیتونم اینو نشون شما بدم، ولی اینجا هستش. شما میتونید اطلاعاتتون رو وارد کنید. بچه ها فقط این که شما مقدار خرید و فروش رو اینجا وارد میکنید، نه چیز دیگه ای.